راستش رو بخواین توی پرونده‌های جنایی همیشه یه چیزی که ذهن منو خیلی درگیر میکنه اینه که به خودم میگم همش وقتی که یه پرونده رو بررسی میکنم میگم که مثلا اگه من جای اون طرف بودم چیکار میکردم، مثلا من باید چه کاری واقعا انجام میدادم که بتونم اگه این اتفاق برای کسی دیگه پیش بیاد اونو نجات بدم. و همین سوال باعث میشه ناخودآگاه هی خودتو توی موقعیت ها تصور بکنی و منم وقتی که مدام این پرونده ها رو میخونم هر روز احساس میکنم که همش مثلا من نکنه انا توی این شرایط گیر کردم، یعنی همش انگار به همه چیز مشکوک میشی، به همه آدم ها و همه چیز مشکوک میشی. خب بریم سر اصل ماجرا. پرونده‌ای که امروز سراغش رفتیم یکی از اون کیس های خیلی عجیبه که وقتی میایم جزئیاتش رو بررسی میکنیم پیش خودمون میگیم مثلا واقعا همچین چیزی اصلا ممکنه؟ یعنی مثلا شخصیت اصلی این ماجرا یه کاری اومده کرده برای خیلی از ماها که داریم این داستان رو دنبال میکنیم و میشنویم حتی تصورش هم سخت و غیر قابل باوره، یعنی نمیتونیم مثلا این رو لمس کنیم. ولی نکته جالب اینجاست که تو همون تاریکی و پیچیدگی یه جایی میتونه که الهام بخش اون زندگی هم باشه. این قسمت پرونده کالیر بویل کامل این پرونده رو میاد زیر رو میکنه و امروز میخوایم این داستان جنایی رو مو به مو براتون تعریف کنیم. و خب همونطور که احتمالاً از همون لحظه که اسم این پرونده رو شنیدین یه حس عجیبی تو ذهنتون شکل گرفت وقتی که داشتم اسم شخصیت اصلی این پرونده رو میگفتم، ناخودآگاه آدم مثلا انگار یه مکسی میکنه، چون که آدم ذهنش همش دنبال یه کلماتی میگرده که بتونه که حق مطلب رو واقعا ادا بکنه و برسونه. دلیلش هم واضحه، چون این پرونده خیلی پیچیده است. بهتره درست و دقیق بگم. ما امروز قرار در مورد کالیر بویل حرف بزنیم، داستانی که توی یکی از ایالت‌های آمریکا رقم میخوره اواخر دهه 1990. کالیر اون موقع فقط 11 سالش بود که همراه خانواده‌اش هم حالا توی اون منطقه زندگی میکرد. پدرش اسمش جک بود و مادرش نورین و خواهرش هم الیزابت. چرا گفتم نورین؟ پدر کالیر جک اون زمان پزشک بود، دکتر بود و جالبه که هنوز همین حرفه رو داره ادامه میده. و جالبه که بدونین جک بویل فقط یه پزشک معمولی توی اون شهر نبود، اون عملاً به معروف ترین دکتر اون منطقه تبدیل شده. مطبش از نظر اندازه شاید که مثلا حالا خیلی بزرگ و لاکچری نبود مثل بقیه، اما از نظر اعتبار و شهرت بی‌رقیب بود. مردمی که توی اونجا زندگی میکردن خیلی احترام خاصی برای این آدم قائل بودن و میگفتن از هر 13 نفر که توی این شهر زندگی میکنه یکیشون به طور ثابت مریض جک بوده. یعنی عملا همه به چشم تحسین بهش نگاه میکردن چون براشون نماد موفقیت و اعتبار بود. جک بویل یکی از مهمترین چهره‌های اون شهر محسوب می‌شد، اما پشت درای بسته انگار با آدمی طرف بودی که هیچ شباهتی به اون تصویر قهرمانانش و اینا که افراد بیرون میدیدن نداشت. چیزی که مردم بیرون میدیدن میشه گفت یه نقاب بود. واقعیت خیلی متفاوت‌تر و تاریک‌تر بود. نورین همسر جک همیشه میگفت انگار جک به عصبانیت اعتیاد داشت، یعنی اگه حتی برای یه مدت کوتاه اون روی خشم و خیلی مثلا داستان بودنش و خشن بودنش و اینا رو نشون نمیداد و بروز نمیکرد، حالش انگار بد میشد، بدنش بیقرار میشد، میلرزید، انگار یه چیزی توی وجودش کم میشد. کالیر به عنوان پسر بزرگ خانواده و تنها پسر بیشتر از همه این فشار بنده خدا تحمل میکرد. خیلی وقتا این فورانای خشم مستقیم سراغ اون میرفت. کالیر بعدها تعریف کرد که یه روزی توی یه اتاق نشیمن خونه‌شون نشسته بود و داشت ویدیو گیم بازی میکرد. یهو پدرش میاد بدون هیچ دلیلی شروع کرد سرش داد زدن و تحقیرش کردن و بدرفتاری کردن. این رفتار خب برای کالیر غریبه نبود، خیلی دور از ذهن نبود، چون میدونست باباش اینجوریه. چون یکی از کارهایی که جک مخصوصا با اون میکرد همین خرد کردن شخصیت و اذیت‌های روانیش بود. سالها بعد حالا که مثلا کالیر توی سال 2023 به گذشته نگاه میکنه میگه چیزی که من از پدرم دیدم یه جور مردونگی ضعیف بود، چیزی که خیلی‌ها بهش میگن مردونگی سمی. یعنی جک به عنوان یه مرد بالغ کمبودهای درونی و باورای سنتی و محدود کنندش رو
به شکل فشار و سلطه روی جک همیشه انگار پیاده میکرده کمبوداشو. جک هر وقت فکر میکرد که پسرش اون چیزی که توی ذهنش نیست، شروع میکرد به سرزنش و خورد کردن. مثلا همون روزی که کالیر داشت بازی میکرد، جک یهو بدون دلیل وارد شد و کنسول از برق کشید و وسایل رو پرتاب کرد وسط اتاق و بعد نوبت به تحقیر زبانی و این داستانا رسید. شروع کرد با جملات تند به کالیر فشار آوردن و کاری میکرد که اون مجبور بشه خودشو کوچیک کنه. جک اصرار داشت کالیر با صدای بلند تکرار کنه که چیزایی که اون خودش میگه رو، و هر بار بهش میگه مثلا فلان چیزو بلندتر بگو. Just started ripping off all the games and throwing them at my head. Then he started making me call myself a stupid little fat boy. Say, "What are you?" And I'd say, "A stupid little fat boy." You say even louder, said, "What are you?" And I said, "A stupid little fat boy." جک حتی خیلی پاشو بیشتر از گلیمش درازتر میکرد، یعنی میمد الفاظ خیلی تحقیرآمیز به پسرش میگفت، مثلا میگفت مثلا پسر چاق و احمق و اینا، حتی از خیلی فوش‌های خیلی بدی استفاده میکرد، در حالی که کالیر چون موقع فقط بنده خدا 11 سالش بود، هنوز هیچ نشونه‌ای از خودش نشون نداده بود که بخواد پدرش بفهمه اصلا این آدم گرایشش چیه، استعدادش چیه. داستان اینه که خیلی از پدرایی مثل جک اصلا براشون مهم نیست پسرشون واقعا کیه یا چه حسی داره. اونا فقط میخوان ترس‌ها و اون عقایدی که خودشون دارن رو سر بچه‌شون خالی کنن و بچه رو به شکلی که خودشون میخوان شکنجه کنن. یعنی واقعا فرقی نمیکنه گرایش یا شخصیت واقعی بچه چیه، هدف فقط اعمال اون کنترل و تحقیر روی بچه است. در نهایت هر کسی قراره کار خودش رو، حرف خودش رو انجام بده، ولی کالیر حتی توی اون سن کمی بچه فوق‌العاده قوی، همینجا باید بهش اعتبار بدی، چون قراره بعداً قدرت و تسلط کالیر رو به وضوح ببینیم. حالا برگردیم به سال 1990. وقتی این پرونده رخ داده بود، کالیر فقط 11 سالش بود. حتی وقتی که داشت درباره رفتار پدرش حرف میزد، هیچ ترسی نداشت که خاطره‌اش رو مثلا بازگو کنه. کالیر میدونست که این مسائل به خودش مربوط نیست. اون خودش رو مقصر نمیدونست و کاملا میفهمید که این کمبودها و مشکلات از طرف پدرشه و نه خودش. کالیر دقیقاً میدونست که مقصر اون ماجرا کیه. وقتی کالیر این خاطره ها رو به یاد می آورد و برای پلیس یا حالا مردم تعریف میکرد که پدرش چه شخصیتی داشت، اصلاً خودش کوچیک نمیشد، بلکه پدرش بود که کوچیک میشد. چون کالیر حتی توی 11 سالگی میدونست که پدرش نباید همچین حرفایی بزنه، نباید بیاد بهش بگه تو مثلا فلانی، تو فلانی، حرفای زشت بخواد بزنه و انتظار داشته باشه که پسرش خودش رو خورد کنه. کالیر دقیقاً میفهمید که تقصیر اون نیست و کاش همه بچهای دنیا بزرگترها، مثلا کسایی که والدهای سختگیر و ظالم دارن، اینو بدونن. هیچ وقت تقصیر بچه نیست که مثلا این اتفاق داره میافته، تقصیر والدشه. خیلی از مردم شهر اصلا نمیدونستن که جک پشت اون تصویر قهرمانانه چه شخصیت مزخرفی داره، ولی یه سری چیزا که نمیشد بالاخره پنهون بمونه. همه خبردار بودن. مثلا هم میدونستن که جک به همسرش نوریان خیانت میکنه و خب دلیلش هم واضح بود. توی یه شهر کوچیک هیچ چیزی نمیتونه مخفی بمونه. کسایی که توی مطبش کار میکردن یا مریضایی که حالا مریضای همیشگیش بودن، یه وقتایی حتی شاهد رفتارهای عجیبش بودن. جک میمد از موقعیتش استفاده میکنه، بهتر بگم سوء استفاده میکرد و روی افرادی که خوششون میومد یا موفقیت و برتری داشتن نفوذ میکرد و کنترل خودش رو میمد سریع سر همونا اعمال میکرد. توی این شهر کوچیک آدمایی که شکل و شمایل خاصی داشتن، مخصوصا کسایی که از جایگاهشون سوء استفاده میکردن، خیلی راحت میتونستن که تأثیر بذارن و بین مردم شناخته بشن. بعضیا تو شهر فکر میکردن وقتی جک کسی استخدام میکنه مثلا برای منشی، خب باید حرف و حدیث به گوششون برسه، ولی متاسفانه هیچ کس به این آدما به چشم آدم معمولی یا ضعیف نگاه نمیکنه. یه سریا میگفتن چرا مثلا اینجوری رفتار میکنه، چرا از موقعیتش سوء استفاده میکنه، چرا به حریم شخصی مردم احترام نمیذاره. اما یه عده دیگه هم بودن که انگار اصلا مهم نبود، اهمیتی نداشت براشون. به خاطر همین جک هیچ وقت توی موقعیتی قرار نگرفته بود که بابت این کارهاش تنبیه یا محدود بشه. یعنی همه چیز طبق میل خودش پیش میرفت و اصلا کسی هم نمیتونست که مانعش بشه. جک همیشه اینجوری بود که مسئولیتی نمیپذیرفت و به کسی هم مثلا جواب نمیداد، یعنی جوابگو نبود. ولی یه روز کاملا اتفاقی، یه اتفاق خیلی عجیبی رخ داد.
جک دوست دخترش رو به کالیر معرفی کرد. توجه کنید که نوریان هنوز همسر جک بود و هر دو با هم توی یه خونه زندگی می‌کردن. چیزی که توجه کالیر رو جلب کرد این بود که پدرش چقدر راحت و عادی داره این کارو میکنه، چقدر درست عوضیه. نمیدونم دقیقا کجا بودن، ولی قضیه این بود که جک خیلی ریلکس از ماشین پیاده شد، با یه خانم اومد سمت کالیر رو گفت کالیر نگاه کن مثلا این شریه و فلان و اینا. کالیر وقتی به شری نگاه کرد متوجه چیز خیلی عجیب شد که ماجرا رو اصلا کلا خیلی عجیب تر میکنه. شری حلقه ازدواج توی دستش بود و حلقهش شبیه دقیقاً حلقه ازدواج نوریان یعنی مامانش بود. My dad got out and he says, well, look who's here, it's Sherry. Then I turned to Sherry and I looked at her hand and she had a ring on. And I turned to her and I said, Sherry, my mother has a ring like. حالا جک هرگز مستقیما نگفته بود که شری دوست دخترمه، اما کالیر خیلی سریع فهمید که قضیه چیه. اصلا کلا وایب و حسش بهش گفت که پدرش چرا شری رو بهش معرفی کرده و رابطهشون دقیقاً چه شکلیه و اونا دارن چیکار میکنن. کالیر حسابی خب معذب شد چون حس میکرد مسئولیتی روی دوشش سنگینی میکنه و باید این خبر رو به مادرش بده. کالیر یه حس دوگانه داشت، از یه طرف میخواست حقیقت رو خب به مامانش بگه، از یه طرف نمیخواست مثلا موجب این بشه که مادرش ناراحت بشه و حالا داستان‌های بعدش بخواد اتفاق بیفته. از این طرف میگفت خب من نباید به مادرم بگم که بابا داره خیانت میکنه، مثلا بالاخره مادرم خیلی حالش بد میشه. اما بالاخره یه روز کالیر تصمیم گرفت و رفت پیش مامانش و گفت میخوام یه چیزی بهت بگم. خودم هم از گفتنش اصلا خوشحال نیستم، ولی فکر کنم بابا مثلا دوست دختر داره و ممکنه که مثلا داره به خیانت میکنه. این حرف کالیر نوریان رو خیلی عصبی کرد، یعنی مادرش رو. البته که مادرش خودش میدونست جک چجور آدمیه و رابطه‌های دیگه‌ای هم با زنای دیگه‌ای هم داشته، ولی این بار نوریان خیلی بیشتر عصبی شد چون فهمیده بود جک حتی کالیر رو هم وادار کرده که این ماجرا رو بدونه، یعنی وارد این ماجرا کرده. نوریان با خودش میگفت تو حتی از پسر خودت هم این رازو پنهون نمی‌کنی، از پسر خودت هم خجالت نمی‌کشی. این موضوع باعث شد نوریان تصمیم بگیره که بره درخواست طلاق بده و جدا بشه از جک. جک هم تلاش میکنه نظرشو عوض بکنه و میگه بیا با هم مثلا این جا رو ترک کنیم و به فکر یه شروع تازه باشیم و زندگیمون از اول بسازیم، قول میدم مرد بهتری باشم، چیزی که خلاصه اکثریت مردها متاسفانه اینجوریه که حتی برای خود کالیر هم این موضوع زن عجیب و غیر قابل باور بود. کالیر واقعا نمیفهمید که جک چرا این کارو میکنه، مخصوصا که بعدها حالا قراره دقیقاً برعکس این حرف رو عمل کنه. ولی نوریان قبلا درخواست طلاق داده بود و قرار بود جک خونه رو ترک کنه. اما عجیب اینجا بود که جک همچنان کارایی انجام میداد که بعداً خلافش رو ثابت میکرد. خانواده بویل تصمیم گرفتن فعلا تغییر بزرگی توی زندگیشون ایجاد نکنن. نوریان هنوز پروسه رسمی طلاق رو شروع نکرده بود و هنوز با جک توی یه خونه زندگی میکرد. اما میرسیم به یه شب تو سال 1992، شبی که کالیر با صدای جیغ از اتاق پدر مادرش با صدای جیغ میومد از خواب بیدار شد. فرض کنید کالیر تو اتاق خودش نشسته، صدای جیغ و دعوا از اتاق پدر مادرش میاد. I heard a scream coming from my sister. I heard a thud. Little. Okay, could you describe this sound for us? Okay. Just about this loud. الیزابت خواهرش یعنی اونم توی اتاق بود و مادر بزرگش هم بود، یعنی مادر جک. البته اینو بگم که مادر بزرگش اون شب به عنوان مهمون توی خونه حضور داشت. کالیر که حالا 11 سالش بود و همیشه قربانی همشگی پدرش بود، طبیعتا خیلی ترسید. بچه‌هایی که تو خونه‌هایی با چنین شرایطی بزرگ میشن تا حدی عادت میکنن به این صداهای جیغ و دعوا و اینا. اما حتی با وجود عادت همچنان اون حس وحشت، ترس و اضطراب و اینا همیشه بعد از توی این دعواها میاد سراغشون و غیر قابل کنترله. ترس همیشه با بچه‌هایی که تو همچین خونه‌های بزرگ میشن همراهه. یه جور انگار تروما از همون ابتدا توی وجودشون شکل میگیره. Right now, did you get up at that time to investigate what had happened? No, I did not. And could you tell the jury why you didn't? Because I was extremely afraid of my father and I always had. حالا فکر کن کالیر توی اتاقشه کاملا وحشت زده و با خودش میگه مثلا دعوای امشب خیلی جدیه. هیچ کس نمیدونه بعدش چه اتفاقی قراره بیفته چون جک همیشه شروع کننده دعواها بود. بی‌عصبیش و بی‌احترامیش همه رو درگیر می‌کرده. کالیر بنده خدا تو اتاقش خیلی ترسیده بود و همش می‌گفت مثلا زودتر این صدا قطع شه. بالاخره صدای دعوا تموم شد ولی کالیر هنوز بیدار بود چون نمیدونست بعدش چه اتفاقی قراره بیفته. یهو صدای قدم‌های پدرش جک توی راهرو به گوشش میرسه.
دقیقا همون چیزی که ازش میترسیده داشت اتفاق میافتاد. پدرش داشت میومد سمت اتاق جک و وارد اتاق جک میشه و کالیر از ترس خودش رو به خواب میزنه، اما جک مدت زمان طولانی توی اون اتاق بود و این خیلی لحظات سنگین و وحشتناکیه. جک توی اتاق ایستاده بود و به کالیر زل زده بود و کالیر تمام اون مدت با خودش میگفت چرا نمیره این؟ چی از جون من میخواد؟ بالاخره اون شب تمام شد و فردای اون روز کالیر با خودش فکر میکنه امروز یه روز جدیده، امیدوارم پدرم دیگه اندازه دیشب عصبی نباشه. کالیر میدونست که دعوای دیشب چقدر جدی بوده و حالا باید حواسش رو خیلی جمع کنه. با دقت از پلا بره بالا پایین، دور و بر خونه رو نگاه کنه. کالیر یهو دور و بر خونه رو نگاه میکنه و میبینه پدرش جک توی آشپزخونه است، اما ظاهرا خبری نیست و هنوز اوضاع کمی مبهم و پرتنشه. این بار کالیر از مادرش نمیترسه، ولی همه شجاعتش رو جمع میکنه و به پدرش میگه مامان کجاست؟ جک جواب میده که مامان رفته سفر. کالیر همون لحظه دلش خالی میشه، چون میدونسته که حرف پدرش عجیب و غیر منطقیه. And I said, "Where's my mother?" To my father, and he said, "Well, Mommy took a little vacation, Collier." And then I didn't know what to say. I just panicked. And so I said, and he said she'll be back in a few days, and then she just. یعنی کالیر میدونست که مادرش یه نصف شب بعد از دعوا با نمیشه بره سفر. با یه حس هاج و واجی وای میسه تو آشپزخونه و جک ادامه میده مامان احتمالاً توی چند روز آینده برمیگرده. بعد جک آشپزخونه رو کلاً ترک میکنه و میره. کالیر که بچه باهوشی بوده و رابطه نزدیکی با مادرش داشته، هنوز توی آشپزخونه وایساده بوده، سعی میکنه بفهمه این همه ماجرا و سکوت پشت سر پدرش چه معنایی داره. کالیر میدونست که حرف پدرش کاملا عجیب و یوهویی بوده. مادرش نوریون هیچ وقت بدون خبر نمیره، خونه رو ترک نمیکنه، مخصوصا کسی که تو همچین شرایطی زندگی میکنه. این مادرها معمولا رابطه خوبی با بچه‌هاشون دارن و میدونن پارتنرشون خیلی آدمیه که آزار میده، پس هیچ وقت بچه‌هاشون رو نمیان تنها بذارن تو دست اون مثلا حالا همسرشون. همیشه فکرشون اینه چطوری میتونم خودم و بچه‌مو نجات بدم، نه اینکه خودم رو نجات بدم و برم و بچه‌مو تو این شرایط بذارم. کالیر کاملا مطمئن بود که مادرش این کارو نمیکنه و هیچ وقت اونا رو تنها نمیذاره. به همین خاطر کالیر سریع میره سراغ دفتر تلفن. اون موقع تو سال 1990 یه سری تلفن‌های بی سیم تازه اختراع شده بود. پس کالیر یکی از همونا رو برمی‌داره، میره تو دستشویی، در قفل میکنه و عملا خودش اونجا حبس میکنه. بعد شروع میکنه به تماس گرفتن با همه دوستای مادرش. کالیر میدونسته که یه بلایی ممکنه سر مادرش اومده باشه، ولی هدفش این نبود که مثلا فقط بپرسه کسی خبر داره یا نه. اون دقیقاً میخواست هر کدوم از دوستای مادرش رو پیدا بکنه و باهاشون صحبت بکنه که زنگ بزنن به پلیس و پرونده مفقودی براش تشکیل بدن، مخصوصاً به این خاطر که کالیر میدونسته این چند سال اخیر مادرش چقدر ترسیده، چقدر افسرده شده و چقدر از دست جک خسته شده بوده. چند ماه پیش نوریون تصمیم گرفته بود که از جک طلاق بگیره و کالیر میدونست که دیگه نمیتونه با این مرد زندگی کنه. بنابراین وقتی مادرش یهویی و تصادفی ناپدید میشه، یعنی ناگهانی ناپدید میشه، کالیر حسابی شوکه شده و با خودش میگه این چقدر عجیب و یهویی بود که مادرم ناپدید شد. کالیر در مورد مادرش گفته بود که غم خاصی توی چشاش بود و کلا مادر من آدم ناراحتی بود به خاطر این شرایط. یه غم عمیق توی چشای مادرش بود چون احساس تنهایی میکرد. کالیر هم فهمیده بود که این افسردگی و ناراحتی دقیقاً به خاطر همین بوده که مادرش حس میکرد توی یه دام گیر کرده و هیچ راهی برای نجات خودش نداره و واقعاً هم همینطور بوده تقریباً. There's a sadness in her eyes. There was just such a sadness with her because she felt so alone and she probably felt very trapped. And that there was no way out. روابط سمی چه بین دوستا چه بین حالا پارتنرها و روابط عاطفی مثل یه دام میمونه. احساس می‌کنی هر کاری بکنی نمیتونی اصلا ازش جور سالم به در ببری. حتی اگر زنده بمونی و موفق شی خودتو از اون منجلاب و موقعیت بیرون بکشی، آسیبا و زخمایی که از اون رابطه خوردی تا آخر عمر باهات میمونه و باید باهاش دست و پنجه نرم. و حتی در کیسای بدتر این آدم‌ها هیچ وقت اجازه نمیدن از دستشون فرار کنی. حالا بالاخره یکی از دوستای صمیمی نوریون به پلیس زنگ میزنه و برای نوریون پرونده مفقودی تشکیل میده. پلیس هم پا شد و رفت خونه خانواده بول تا وضعیت رو بررسی کنه. جک همون حرفی که به کالیر زده بود برای پلیس تکرار کرد.
و گفت من و نوریان شب قبل دعوا کردیم و بعد خودش با پای خودش اونا رو ترک کرده. جک تلاش میکنه داستان رو جوری تعریف کنه که انگار دعوای بینشون فقط یه حالا مثلا دعوای معمولی و یه اختلاف معمولی بوده و یه چیز جدی هم اتفاق نیفتاده. جک شروع کرده بود برای پلیس تعریف کردن که آره من تو اتاق پذیرایی نشسته بودم که یهو نوریان اومد بالا سرم، شروع کرد با من دعوا کردن و وسایلا رو پرت کرد و بعد از اینکه حالا دعوا کردیم دیدم که نوریان داره حالا رفته داره خونه رو ترک میکنه، وسایلش رو برداشته و سوار یه ماشینی شد و خونه رو ترک کرد. Yes, I was on the sofa in the family room, and Noreen came down and woke me up and threw credit cards at me. Leave the house then? Yes, she did. I saw Noreen get into a car at the edge of the driveway. Left in that car? جک تلاش میکرد که این ایده رو توی ذهن پلیس القا کنه که نوریان با یه نفر در ارتباط بوده و نصف شب حالا اون آدمه اومده دنبالش و سوار ماشین اون شده نوریان و بعدش هم خونه رو ترک کرده. جک یه چیز رو خیلی اصرار داشت بفهمه و دائم از پلیس میپرسید کی به شما مثلا گفته که نوریان ناپدید شده؟ حالا تصور کن الان کالیر تو اتاقه و پلیس داره با جک صحبت میکنه و کالیر تنها کسی بوده که ممکن بود به پلیس اطلاع داده باشه. در نهایت پلیس به جک میگه یکی از دوستای نوریان با ما تماس گرفته و گفته که نوریان مفقود شده. اما جک دقیقاً میدونست که کالیر این اطلاعات رو به حتی اون دوست مادرش هم داده. لحظه‌ای که پلیس این حرف رو بهش میزنه، جک یه نگاه خیلی معنادار به کالیر میکنه، نگاهی که انگار میخواد بدون حرف همه چیز رو منتقل کنه. کالیر میدونست، قلبش هم تو بنده خدا میلرزید که باباش ممکنه پشت همه چیز باشه. از این طرف هم میترسید چون میدونست جک نه تنها یه مرد خطرناک و خشنیه که ممکنه هر مجازاتی رو خیلی بد اجرا بکنه، بلکه کالیر مطمئن بود که جک حتی امکان داره قاتل باشه و خیلی راحت میتونه که آدم باشه. این باعث میشد کالیر حس کنه جون خودش هم ممکنه در خطر باشه. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. خانواده بویل توی یه شهر کوچیک زندگی میکردن و همه برای جک بویل به عنوان نامدارترین دکتر اون شهر احترام زیادی قائل بودن. حتی ایستگاه پلیس اون شهر و افسرها که از همون اول پرونده رو دست گرفتن خودشون رو در جایگاهی نمی‌دیدن که بخوان به حرفای جک بویل شک کنن. یعنی اینجوری نبود که فکر کنن مثلا تو داری دروغ میگی، مثلا یاده معمولی یا مثلا یه همچین کاری کردی یا تو بلایی سر همسرت آوردی. به خاطر همین تصمیم گرفتن داستانی که جک تعریف می‌کرد و باور کنن و خونه رو ترک کنن و امیدوار باشن که تو چند هفته آینده خبری از نوریان بشه. چون به گفته جک نوریان خودش با پای خودش خونه رو ترک کرده بود. حتی اون افسری که اونجا بوده میگه که از دید ما این احتمال وجود داره که مثلا نوریان از دست جک عصبانی شده خونه رو ترک کرده، چون مثلا امکان داره مثلا دیده که داره خیانت میکنه یا یه دوست دختر جدید پیدا کرده و از طرفی هم خب اون شب هم دعواشون شده بوده دیگه. و نوریان تصمیم گرفته که حالا مثلا خونه رو ترک کنه و حتی اون افسرم میگه که این اتفاق توی کار ما خیلی اتفاق میفته و ما بارها حالا داستانای مشابه شنیدیم. یعنی وقتی مثلا یه پارتنر ناراحت میشه به هر دلیلی میاد خونه رو ترک کنه. اما نکته جالب اینجاست که چرا اون لحظه کسی فکر نکرده که بگه خب این طرف داره به زنش خیانت میکنه. یعنی اصلا خطای اون رو ندید گرفتن و امکان داره که اصلا خودش ممکن بوده یه بلایی سر زنش آورده باشه. اما خب بذار حرفای دکتر جک رو باور کنیم. بیشتر احساس میکنم این حرفو زده که نشون بده نوریان دلیل داشته برای ترک خونه. اصلا که میدونیم که نوریان از قبل عصبانی ناراحت بوده. احتمالاً فهمیده بوده که جک بهش خیانت میکنه و چند ماه پیش هم تصمیم گرفته بوده که از جک طلاق بگیره. به خاطر همین جک اینطوری میخواست القا کنه که نوریان دلیل منطقی داشته که خونه رو ترک کرده، ولی بازم از نظر من منطقی نیست. یعنی نوریان حتی به پسرش هم نگفته بوده که مثلا از من الان خیلی عصبی‌ام میخوام یه چند ساعتی مثلا برم جایی. یعنی بدون اینکه به کسی بگه، به بچهش بگه، به دوستاش بگه، اینا خونه رو ترک میکنه. زنی که تو این ازدواجن معمولا رابطه خیلی نزدیکی با دوستای خودشون دارن و دوستاشون از همه جزئیات زندگیشون باخبر. چون هر وقت اتفاق بدی براشون میفته یا حالا همسرشون اذیتشون میکنه به دوستاشون میرن پناه میبرن. به خاطر همینم دوستاشون معمولا میدونن چه اتفاقی حالا توی اون زندگی داره میفته حدودی. اما جالب اینجاست که نوریان هیچ کسی چی نگفته بود و اون شب یه ماشین اومده بود که حالا مثلا سوارش بکنه که راننده اون ماشین هیچ کدوم از دوستای نوریان نبودن. کسی نمیدونست نوریان کجاست. ولی خب یادتون باشه
اون شب وقتی جک و نوریان با هم دعواشون شد، مامان جک یعنی مادر بزرگ کالیر توی خونهشون بوده. مادر بزرگ اون موقع 76 سالش بوده و مهمون بوده خونه اینا. وقتی پلیس اومد تا با جک صحبت کنه، مادر بزرگ هنوز خونه بود و همه مکالمه ها رو خودش شنیده بود. اینجا وقتی که اون افسره میاد با کالیر صحبت میکنه، متوجه میشه که حال کالیر خیلی بده و کالیر با اینکه خب مثلا از باباشم خیلی میترسید و ترسیده بود اون لحظه، با اینکه مادر بزرگش همه حرفاشون رو داشت میشنید، نمیتونست جلوی خودش رو بگیره. حقم داشت بچه، چون مطمئن بود باباش مادرش رو شاید به قتل رسونده باشه. برای همین پشت سرش مدام تکرار میکرد من مامانم میشناسم، مامانم من بیخبر خونه رو ترک نمیکنه. وسط این قضیه وقتی که کریستیان یعنی اون مام بزرگه متوجه شد کالیر داره این حرفا رو به پلیس میگه، سریع میپره وسط حرفش، کالیر رو کنار میزنه و شروع میکنه یه داستان رو تعریف میکنه. یه چیز داستان من درآورده میگه که این بچه رو ساکت کنه. میگه 3 سال پیش دقیقاً توی شب سال نو، خیلی جالبه که 3 سال پیشم حالا این اتفاق دقیقاً توی شب سال نو افتاده و میگه که 3 سال پیش جک و نوریان دعواشون شده و نوریان همینجوری بیخبر خونه رو ترک کرده ولی فرداش برگشته، به خاطر همین الان هم احتمال داره فردا پس فردا برگرده. بعد از ناپدید شدن نوریان، جک یهو تصمیم میگیره شهر رو ترک کنه. چند وقتی کلا ازش خبری نبوده. وقتی پلیسا دوباره میرن خونه خانواده بویل تا قضیه رو پیگیری بکنن، میبینن هیچ خبری از جک نیست، ولی مادرش یعنی کریستیانه هنوز خونه است و داره از بچه‌ها مراقبت میکنه. پلیس از کریستیان میپرسه خب قضیه چیه، جک کجاست؟ بعد این کریستیان جواب میده که جک یه خونه توی فلان منطقه گرفته تا با اعضای خانواده‌اش نقل مکان کنه و یه شروع جدید داشته باشه، تا مثلا عاشق خانواده‌شه و اصلا هیچ وقت به خانواده‌اش آسیب نمیزنه و الان منو گذاشته که از بچه‌ها مراقبت کنم و خودش رفته توی اون منطقه که تغییر دکوراسیون بده توی خونه و آماده کنه خونه رو. مثلا پسرم بیچاره بدبخت پسرم که چیزی که مامان مردم معمولا نشه. بعد میگم مثلا آره من خودم ازش خبر ندارم، درگیر مثلا اون خونه است. تا اینکه پلیس که سرنخ از سمت همسایه‌های خانواده بویل دریافت می‌کنه. یکی از همسایه‌ها به پلیس زنگ میزنه و میگه که 1 ژانویه سال 1990 تا صدای بوق سگ من بیدار بودم. هیچ کس رو در حال ترک کردن خونه خانواده بویل ندیدم. هیچ کس از اون خونه بیرون نیومد. اینجا افسرهای پلیس تصمیم میگیرن با یه تیم جدید برن خونه خانواده بویل و کل خونه رو بگردن. اونقدر جدی بودن که افسرهایی که اونجا بودن حتی کت بیمارستان پوشیده بودن، ماسک زده بودن و آماده بودن تا ببینن آیا جرمی توی خونه اتفاق افتاده یا نه. ولی انگار چیزی پیدا نمی‌کنن و در نهایت همو نگاه میکنن و خیلی شک آمیز خونه رو ترک میکنن. ولی همین جستجوی دوم یک کمک بزرگ به پلیس میکنه، چون بدون حضور جک یا کریستیان موفق میشن با کالیر صحبت کنن. کالیر از روز اول میدونسته جک مادرش رو قتل رسونده و میدونسته که حادثه جدی توی این خونه اتفاق افتاده و همزمان میخواسته که عدالت رو برای مادرش اجرا کنه. The thing that was overwhelming that fear was my desire to find out what happened to my mother and get justice. و از طرف میخواسته بنده خدا خودش هم نجات بده از دست این باباه. و میگفته اصلا ببینید بابای من قاتله و اصلا چشم دیدن منو نداره و شما الان منو با این مرد توی این خونه تنها گذاشتید و باشه، ولی فردا وقتی که منم یه بلای سرم اومد میایید میگید این قاتل بوده، یا مثلا من داشتم سعی میکردم که نجاتتون بدم ولی مثلا متوجه نشدم، ولی من دارم همه چیزو بهتون میگم. این بار افسر موفق میشه کامل هر سوالی هم داره از کالیر بپرسه. کالیر میگه بابای من خیلی مشکوکه. اون چند روزی که به گفته مادر بزرگم رفته بود خونه جدیدمون، حالا توی یه منطقه دیگه بوده تا خونه رو آماده کنه. After his father got back from that weekend in Erie, his shoulders and arms were very sore and Collier had to rub liniment on him, which was رفتار بابای من خیلی مشکوک بوده. اینجوری بوده که تن و بدن من میلرزیده. کالیر خب خیلی بچه شجاعی بوده، چون وقتی که داشت با پلیس صحبت میکرد و اطلاعات رو بهشون میداده، مادر بزرگش طبقه بالا بوده و کالیر با وجود ترس و استرس زیادی که داشته همه جملاتی که میخواسته رو به پلیس میگه و بنده خدا تون پشت سرم تا زمان داشته هر چیزی که به ذهنش میرسیده رو میگفته. اون افسر که اونجا بوده خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، چون میدونسته کالیر
الان توی شرایطی که اصلا نمیتونه با خیلی راحت صحبت کنه، اما با وجود اون شرایط پر از استرس همه چیزو تعریف میکنه. کالیر داشت تعریف میکرد اون شب چه چیزایی شنیدم، بعد چه اتفاقایی افتاد و مطمئنم که مامان من نرفته. بعد شروع میکنه برای پلیس توضیح دادن که وقتی بابام از اون خونه جدیده برمیگرده رفتارش عجیب‌تر و مشکوک‌تر شده و اون پلیس هم بنده خدا خودش استرس گرفته بوده که چون مادر بزرگ طبقه بالا بوده میگفت هر لحظه امکان داره بیاد پایین و مثلا از این بچه بپرسه مثلا به پلیس چی گفتی و مثلا بخواد هی بهش استرس بده. ولی کالیر اصلا هیچ ترسی نداشت که مثلا حالا الان داره این حرفا رو میزنه و همه حقیقت رو که تا میدونسته به پلیس میگه. به خاطر همین اون افسر تصمیم میگیره واقعا بی‌اعتنایی به این ماجرا نکنه، خیلی با دقت گوش کنه به ماجرا و جزئیات رو از زبون کالیر بشنوه تا بفهمه که دقیقاً چه خبره. اون افسر قبل از اینکه خونه رو ترک کنه به کالیر میگه ببین هر وقت تونستی دوباره با من حرف بزنی بیا با من حرف بزن، چون میخوام باهات بیشتر حرف بزنم، یه سری سوالاتی رو بپرسم. و جالبه که این رفتار اون افسره اصلا شبیه یه بزرگسال که میخواد به یه بچه دستور بده نیست. انگار کالیر یه استقلال کامل داره، مثلا کسی که تو خونه خودش زندگی میکنه و حتی تلفن همراه داره، ابزار ارتباطی داره. افسر میخواد مطمئن بشه که تک تک جزئیات رو از زبون کالیر بشنوه و خودش بتونه پرونده رو درست بفهمه. انگار داره با یه شاهد واقعا بالغ رفتار میکنه، نه یه بچه 11 ساله. اون افسر یه شماره به کالیر میده، میگه هر وقت تونستی با من تماس بگیر. خب کالیرش فکر نمی‌کرد که بتونه مدرسه رو کلا ول کنه بره ایستگاه پلیس یا مثلا حضوری بخواد زنگ بزنه. حالا از اونجایی که تو آخرین جستجوی پلیس تو خونه خانواده بوید هیچ مدرک رسمی برای اثبات اتفاقات پیدا نشده بود، دیگه پلیس اجازه پیدا نمیکنه که راحت برن خونه خانواده بوید. اما کالیر با اون شجاعت و هوشش همچنان راه خودش رو پیدا کنه تا حقیقت رو بخواد فاش بکنه و خودش رو نجات بده و اصلا میفهمه چه اتفاقی برای مادرش افتاده. واقعا جک کلی داد و بیداد راه انداخته بود که وای شما دارید آبروی منو میبرید، مگه من مسخرم که مثلا میایید به من تهمت میزنید که مثلا من زنمو کشتم، من قاتلم، من آدم مهمی تو این شهرم. اینا رو همه به پلیس میگفت که مثلا پلیس اومده بودن. از اون طرف ایستگاه پلیس هم دلشون نمیخواست بیشتر از این با جک درگیر بشن. به خاطر همین ایستگاه پلیس به اون افسره میگه ببین فعلا بیخیال این قضیه شو، اتفاقی نیفتاده و ما مدرکی هم علیه جک پیدا نکردیم، دیگه اصلا سمت این خونه نرو چون این جکه واسه ما هم داستان درست میکنه. اما این افسره که حالا از اول هم داشته کارشون انجام میداد و با کایلر در ارتباط بوده، با تمام این فشارها و تهدیدها به یه چیز پی برده: کالیر داره راستش میگه. این بچه 11 ساله واقعا همه چیز رو میدونه و میدونه که چی شده. کالیر خیلی مصمم بود و جدی پای حرفش وایساده بود که واقعا این شده و اون افسر با تمام وجود باور کرده بود که کالیر داره راستش. I went to school the next day and I told the principal at the school, you need to call down at the Mansfield Police Department and ask for this guy named Lieutenant. به خاطر همین این افسر رفت مدرسه کالیر تا اونو ملاقات بکنه و باهاش صحبت کنه. حرفاشون رو اومدن صحبت کردن، با هم باز کردن و یه رابطه خیلی عمیقی بینشون شکل گرفت. این افسرم به کالیر گفت ببین اگه مطمئنی که بابات قاتله باید واقعیت رو به سمت رسمیت ببری. من هیچ مدرک خوب ندارم، جون تو هم الان تو خطره، پس باید خیلی مراقب خودت باشی، خیلی حواست به چیزایی باشه که حالا باعث عصبانیت بابات میشه. و کالیر گفتش که الان که میخوام برم خونه میخوام قفسه‌های کتاب از تو دیوار در بیارم و دنبال جسد مادرم بگردم. چه دیوار، واقعا ترس. افسر یه نفس عمیق میکشه و میگه نه این کار نکن، این کار خیلی خطرناکه، انجامش نده. اگه بابات بفهمه یا مچتو بگیره هممون بدبخت میشه. ولی کالیر خیلی باهوش و شجاع بوده چون میدونست دقیقاً داره چی کار میکنه. اون با خودش گفته بود که من مامانمو خیلی خوب میشناسم، میدونم دوستای صمیمیش کیان، کی میتونه کمکم بکنه و به کی باید زنگ بزنم دقیقاً. خب توی این موقع خودش رو کالیر نشون دادیه که نه تنها باهوشه بلکه از سن 11 سالگی برنامه‌ریزی حساب شده برای پیدا کردن یه حقیقت داشته بدون اینکه جون خودش رو بی جهت به خطر بندازه. البته کالیر به اون افسر گفته بود که من مطمئنم مامانم هیچ وقت منو بی خبر ترک نمیکنه. حتی اگه میخواست بره کیفشو خود میبرد، لباس میپوشید، وسایل شخصیشو برمیداشت. موضوع عجیبی بود که همه وسایل مادرش خونه بود و باباش داشت ادعا میکرد که مامانش با پای خودش خونه رو ترک کرده. و حالا که افسر از نظر قانونی نمیتونست وارد خونه بشه شروع کرد به پرسیدن از کالیر.
ببین اینجوری میپرسید، میگه مثلا ببین فلان چیز تو خونتون پیدا شد یا نه، برو مثلا دستشویی نگاه کن، مثلا فلان چیزو نگاه کن، قفسه فلان جا رو چک کن. یعنی اینا رو همش میگفت به کالیر، اون انجام میداد و اینطوری کالیر داشت خودش دست به کار میشد که اون کاری که افسر میگفت انجام بده، بدون اینکه جونش حالا به خطر بیفته، بتونه سرنخا رو جمع بکنه که به یه حقیقتی برسه، به یه واقعیتی برسه. کالیر هر روز میرفت مدرسه و زنگ میزد به این افسر، گزارش میداد که چه خبری، چی پیدا کرده، چه اتفاقایی افتاده. آدم میپرسید که مثلا تو خبری داری، میدونی مثلا چه اتفاقاتی داره میفته، اما متاسفانه افسر هیچ اطلاعاتی هم نداشت، اطلاعات تازه‌ای نداشت که بخواد به کالیر بده. چرا حالا خبر نداشت؟ چون که ایستگاه پلیس بهش گفته بود دیگه حق نداری سراغ این پرونده بری، چون دکتر جک آدم مهمیه تو این شهر و امکان داره برای ما داستان درست کنه، پس بیخیالش شو. یعنی عملا پرونده از نظر اون ایستگاه پلیس بسته شده بود، انگار هیچ جرمی اصلا اتفاق نیفتاده بود، هیچ قتلی انگار انجام نشده بود و صرفا یک زن بعد از اینکه فهمیده شوهرش بهش خیانت کرده تصمیم میگیره خونه رو ترک کنه. Because it's like, okay, you're now investigating a doctor in our small town. We don't do that. Like, they got into a fight, she left. He goes, yeah, but there's something about this. و این وسط کالیر یه بچه 11 ساله تنها کسی بوده که فهمیده بوده این ماجرا اصلا ساده نیست و مادرش در خطره، اما هیچ کس خب این بچه رو جدی نمیگرفته. فرض کن چند وقت گذشته بود و هیچ خبری از نوریه نبود. پروندهش هم تو ایستگاه پلیس داشت بسته میشد. همه داشتن پرونده رو مختوم اعلام میکردن تا اینکه کالیر یه سرنخ جدید پیدا کنه، یه چیز که میتونست به پلیس ارائه بده. تا اون موقع کالیر همش داشت میگفت بابام دوست دختر داشته، به مادرم خیانت میکرده و مادرم از این موضوع خیلی ناراحت بود و خبردار ازم، ولی هیچ مدرکی نداشته حرفش رو ثابت کنه. تا اینکه یه روز وقتی کالیر و جک تو ماشین بودن یه اتفاق افتاد. کالیر بالاخره یه مدرکی پیدا میکنه، مدرکی که میتونه ثابت کنه حرفاش واقعی بوده و همه داستان اینجوری زیر و رو کنه. یه روز جک کالیر رو تو ماشین تنها میذاره و میره یه سرمغازه، یه دستشویی توی مغازه بوده. همین موقع کالیر شروع میکنه ماشین رو زیر و رو کردن و چیز فوق‌العاده پیدا میکنه، چند تا عکس از جک و شری، هم دوست دخترش، توی خونه جدیدشون، توی همون جایی که تو شهره که گفته بود که من دارم یه خونه میسازم که خانواده‌مو رو ببرم. و وقتی که اون افسر این عکس‌ها رو از کالیر میگیره به عنوان مدرک جدید، سریع دست به کار میشه. زنگ میزنه به کسی که اون خونه رو توی اون منطقه به جک فروخته بوده. بعدش میره همه مغازه‌های شهر رو بررسی میکنه و میپرسه تو مثلا فلان مدت اخیر کی از شما مثلا این خونه یا فلان چیز رو خریداری کرده. حتی به خود شری هم زنگ میزنن تا اطلاعات تکمیلی بگیرن و ببینن که داستان اصلا از چه قراره. حالا که پلیس از شری درباره رابطش با جک سوال میکنه، جک دوباره مشکوک میشه. اینجوری که فکر میکنه کی به اینا گفته شری مثلا دوست دختر منه، کی مثلا هویتش رو لو داده. و جوابش خب واضح بود، به جز کالیر هیچ کس دیگه‌ای پیگیر نبود، هیچ کس دیگه‌ای به طور احساسی درگیر این موضوع نبوده و هیچ کس دیگه‌ای هم دنبال سرنخ نبوده. تنها کسی که میتونه این اطلاعات رو به پلیس داده باشه کالیره. اینجاست که جک میره پیش کالیر و با یه حالت خیلی عصبی و تهدیدآمیز میگه وسایلاتو جمع کن، فردا اینجا رو ترک کن. و همه چیز داره برمیگرده به نقطه که کالیر باید تصمیم بگیره چطور خودش رو اصلا از این شرایط نجات بده. کالیر همون روز با ضربان قلب خیلی بالا زنگ میزنه به اون افسره، میگه که بابام فهمیده من دارم با شما فعالیت میکنم، فردا میخواد منو ببره و نمیدونم کجا اصلا میخواد منو ببره. اینجاست که اون افسر متوجه میشه که چقدر اوضاع جدیه و با خودش میگه شاید واقعا این مرد قاتله و الان فهمیده پسرش داره با پلیس همکاری میکنه و فردا میخواد بره یه بلایی سر این بچه بیاره. چه دلیل دیگه میتونه داشته باشه که پسرش بگه وسایلتو جمع کن، فردا میخوام بریم؟ افسر آروم و محکم به کالیر میگه نگران نباش، قبل از اینکه جک بتونه یه کاری بکنه من قول میدم تو رو از اون موقعیت خطرناک نجات بدم. صبح 24 ژانویه 1990 ساعت 6 صبح کالیر از خواب میپره و میبینه دو نفر غریبه بالای سرش وایسادن. لحظه اول همه چی اینجوریه که وای چی داره میشه، چه اتفاقی داره میفته، ولی بعد میفهمه که این آدما نه دزدن نه غریبه، بلکه افسرهای پلیس و کارمندای بخش حمایت از کودکانن. افسرها با جدیت میگن 20 دقیقه وقت داری وسایلتو جمع کنی، بعدش هم قراره که خونه رو ترک کنی. بعد از اینکه پلیسا موفق میشن کالیر رو به صورت موقت از دست پدرش دور کنن، بکنم اینجا خواهرش الیزابت هم از خونه خارج میشن. پلیسا وقتی موفق میشن بچه رو از خونه بیارن بیرون، دیگه با خیال راحت تحقیقاتشون رو شروع میکنن.
نمیدونم دقیقاً الیزابت کجا بوده، ولی مهم اینه که هیچ بچه‌ای تنها نمیمونه، هر دو با هم بیرون میان، چون خیلی واضح بوده که هر دوتاشون بنده خدا توی خطرن. حالا که بچه‌ها امنن، پلیسا میتونن بدون ترس از تهدید جک همه چی رو بررسی کنن. اولین قدمشون اینه که سراغ میشل بارس میرن، اون خانمی که تو مشاور املاک کار میکرده و اون خونه رو برای جک خریداری کرده بوده. وقتی پلیس موفق میشه بچه‌ها رو از خونه بیرون بیاره، اوضاع یهویی آروم‌تر میشه. دقیقاً نمیدونم الیزابت کجاست، ولی خب معلومه که نمیخوان یه بچه رو تنها بیارن بیرون و بگن تو در خطری. از هر دو رو با هم میارن. وقتی میشل بارس، اون خانم مشاور املاک، شروع میکنه برای پلیس توضیح دادن، داستان خیلی تکون دهنده میشه. میگه که زنی که کنار جک قرارداد خونه رو امضا کرده اصلا نوریون نبوده. حتی میشل نمیدونسته که جک همسر داشته، نمیدونسته که جک با یه زن دیگه اومده این خونه رو خریده. وقتی پلیس ازش میپرسن خب میتونی این زن رو توصیف کنی، میشل میگه آره، یه خانم جوان بوده، قد بلندی داشت و باردار بوده. و همینجاست که همه جا مثلا پر از سکوت میشه، چون زنی که میشل توصیف میکنه کاملا فرق میکنه با نوریه. اینجوری تازه اصلا افشا میشه که جک همه رو داشته اذیت میکرده و واقعا خیلی غیر قابل توصیف این آدم. اون افسره عکس نوریون رو تو دستش داشته و داشت تک تک جزئیاتی که توصیف میکرد اون میشل باش مطابقت میداد که ببینه این بوده یا نه. زنی که میشل دیده بود کاملا نوریون نبوده، تازه نوریون که اصلا باردار نبود، ولی زنی که جک باهاش خونه رو خریده بوده باردار بوده. اینجاست که پلیسا واقعا اصلا میترسن خودشون، یعنی دهنشون باز میمونه. اما قضیه وقتی شوکه کننده تر میشه که میشل ادامه میده و میگه جک اصرار داشته که این خونه دقیقاً تو تاریخ 1 ژانویه خالی باشه و اون روز باید خودش رو برسونه به اونجا، یعنی دقیقاً روزی که اتفاقات اصلی قراره بیفته. جک اون روز 1 ژانویه اصرار داشته که خونه کاملا خالی باشه و همین روزم دقیقاً روزیه که نوریون قراره به قتل برسه. ولی شوکه کننده تر از همه سوال عجیبش از میشل بوده که ازش میپرسه اگه من برم تو زیر زمین و زمین رو بکنم به چی میرسم؟ If I were to break into the basement floor, what will I hit? What is underneath that floor? And what was your response to that then? Why? Why would you want to do میخواسته بفهمه که کف خونه چیه، سیمان خاک چیه. یعنی واقعا داشت بررسی میکرد ببینه آیا میتونه یک جسد که زیر زمین دفن کنه یا نه. و میشل که کاملا شوکه شده میگه چرا میخوای مثلا اینو بدونی، اصلا ربطی به تو داره، چیکار با اون داری؟ این سوال ساده داره یه واقعیت وحشتناک نشون میده. قتل نوریون از قبل برنامه‌ریزی شده بوده و جک همه چیز رو حساب کرده بوده. واقعا وحشتناکه، همه چیز از پیش برنامه‌ریزی شده بود. یعنی جک اصرار داشته که تو تاریخ 1 ژانویه خونه کاملا خالی باشه و توی اون موقع هنوز نوریون به قتل نرسیده بوده. اون مکالمه رو داشته که میگه که اگه من زیر زمین رو بکنم به چی میرسم. چقدر وحشتناک. و این موضوع جالبه که اصلا خود نوریون میخواسته طلاق بگیره و اینکه چرا این طلاقش نداده که بکشونه به اینجا که خودش زنشو بکشه و این اتفاقات بیفته. واقعا اینجوریه که آدم میفهمه چقدر وحشتناک و برنامه ریزی شده بوده همه چیز از قبل برای این نوریون بدبخت. جک انگار کلا یه ذهن کاملا نارسیستی داشته. پروسه فکریش اینجوری بود که نه هزینه‌ای بده، نه نفقه‌ای پرداخت بکنه، نه اعتبارش زیر سوال بره اگه بخواد اینو طلاق بده. و خب وقتی پلیس یه سرنخ دیگه پیدا میکنه داستان ترسناکتر هم میشه. 2 روز قبل از مفقود شدن نوریون جک رفته بوده یکی از مغازه‌ها و یه چکش برقی خریده. وقتی که اینو میبینه میفهمه ممکنه توی اون خونه جدیده یه سری سرنخ‌هایی باشه، سرنخ‌های بیشتری باشه، چیزایی که تو خونه قبلی پیدا نکرده. تصمیم میگیره مجوز کامل بگیره و با تیم کامل از افسرهای پلیس برن که اون خونه جدیده رو بررسی بکنن، حتی مثلا ببینن که چه چیزی اصلا توش پیدا میشه. حالا این تصویر رو تصور کن که یه تیم کامل آماده برای کشف هر چیزی که جک میخواسته پنهون کنه و وارد اون خونه میشن. وقتی افسرهای پلیس رسیدن خونه جدید جک، یهو فهمیدن که جک کل خونه رو دکوراسیون کرده بود. دیوارا رو رنگ کرده، پنجره رو عوض کرده، کلا همه چیز رو
طوری درست کرده که انگار هیچ اتفاق و رد پایی از گذشته وجود نداره. حتی یه حسی تو فضا بود که پلیسا فکر می‌کردن اگه بخوان هر چیزی رو کنده‌کاری کنن یا تغییر بدن ممکنه بعدش مجبور شن که غرامت بدن. ظاهر خونه انقدر شیک و مرتب بود که افسرها باید با احتیاط حرکت می‌کردن، چون هر اشتباه کوچیکی میتونست همه چیزو خراب بکنه و سرنخ‌ها رو از بین ببره کلا. جک حسابی روی این قضیه فکر کرده بود که پلیسا هر قدمی برمی‌دارن دقیقاً به دام نیفتن و چیزی از دست ندن. جک خیلی زرنگی کرده بود. کلا طور خونه رو درست کرده بود که کسی پا توی اون خونه میذاره جرئت نمی‌کرد تا به چیزی دست بزنه. ولی افسر دیوید اصلاً گول ظاهر خونه رو نخورد و با خودش گفت نه، ما باید اینجا رو بکنیم، باید بفهمیم که توی این خونه چه خبره. لحظه‌ای که تیم رسیدن، یکی از تکنسین‌ها به یه قسمتی از زمین اشاره کرد که گفت این قسمت نرم به نظر میاد. انگار یه چیزی اونجاست، یه چیزی دفن شده زیر اینجا. The technicians were on the floor and looking around. One of them went over to the wall of the concrete block basement and said, "There's a little bit of new concrete. It's like a mortar or something. It's kind of." افسر با شنیدن این حرف به همه گفت همه زمین رو بکنید، هیچ چیز نباید دست نخورده بمونه. همینجا بود که حس تعلیق بالا رفت، چون همه فهمیدن چیزی توی اون خونه پنهون شده و پلیسا بالاخره یه سرنخ واقعی پیدا کردن. فکر کن خونه چه شکلی بوده. جک روی همه دیوارا قفسه زده بوده، فرشا رو طوری وصل کرده بوده به زمین که انگار پارکت و یه تیکه است. هیچ کس نتونه اصلا به زیرش دست بزنه. همه چی رو چسبونده بوده به هم، انگار کلا یه دژ ساخته. ولی لحظه‌ای که تیم پلیس متوجه شدن یه قسمت از زمین نرم به نظر میاد، سریع دست به کار میشن، کل قفسه‌ها رو میکنن، فرشا، پارکت ها، همه اینا رو کنار میزنن و فقط برای اینکه اون قسمت زمین رو بتونن بکنن همه کاری میکنن. واقعا عجیبه که یه آدم بتونه اینقدر حساب شده و فکر شده عمل بکنه، بتونه اینقدر راحت پلیسا هم گول بزنه. چون واقعیت اینه پلیسا خیلی راحت مسائل رو متوجه میشن. یعنی حتی اگر یک فردی خیلی راحت، خیلی با برنامه‌ریزی شدم دروغ بگه، پلیس ها خیلی سریع متوجه دروغ میشن. خب اون پدر همیشه نگران اون غرامته بود. اگه خونه مثلا طرف خراب بکنیم چی میشه؟ ولی اینجا قضیه فرق میکنه. جک وقتی نوریون مفقود شد چند روز بعد میره خونه جدیدش، توی اون محله جدیده، جسد رو میبره و دوباره دفن میکنه. بعد بازسازی خونه رو شروع میکنه. یعنی یه جورایی جسد زنش همیشه زیر چشمش بوده. اگر پلیس ها همون موقع حرف کالیر رو جدی میگرفتن شاید میشد نوریون رو پیدا کرد، چون هنوز جسدی توی ماشین یا یه جای مشخص پیدا نکرده بودن و هنوز اون خونه جدید هم آماده نشده بود. بعد از اینکه پلیس شروع میکنه زمین خونه جک رو کندن، اولش روی وحشتناک میاد. قدم به قدم که جلو میرن کم کم متوجه میشن یه چیزی اینجا درست نیست، یه چیزی میلنگه. و بعد از یه مدت کوتاه به جسدی برخورد میکنن که توی زمین دفن شده بود. ولی متاسفانه وقتی زمان سپری شده بود جسد کاملا وارد پروسه تجزیه شده بود و دیگه قابل تشخیص نبود. ولی خب کار پلیس همینجا تموم نمیشه. اونا میدونن جک چند تا ماشین داشته و احتمالاً جسد رو توی یکی از اون ماشینا جابجا کرده. بنابراین شروع میکنن تک تک ماشینای جک رو میگردن تا بتونن که یک مدرکی پیدا کنن. بدشانسی بزرگ اینه که هیچی توی ماشینای جک پیدا نمیکنن. حداقل با تکنولوژی و امکانات اون زمان هیچ مدرکی دستشون نمیاد. ولی دقت کن، اینکه چیزی پیدا نکردن اصلا به این معنی نیست که واقعا چیزی اونجا نبوده. قبلش هم که خونه قدیمیشون رو گشته بودن. میدونیم قتل همون شب توی اتاق خواب خودشون اتفاق افتاد. ولی هیچ چیز اونجا پیدا نشده بود. حالا یه چیز دیگه، بزرگترین دردسرش اینه که توی خونه جدید جک یه جسد پیدا کردن. ولی نمیتونن تشخیص هویت کنن. هویت اون جسد رو تشخیص بدن. یعنی یه جسد دارید که نمیتونید تشخیص بدید که این جسد کیه. اینجوریه که حتی با پیدا کردن یه سری مدارک فیزیکی هنوز معما سر جاش رو اصلا هیچ داستانی انگار اتفاق نیفتاده، فقط تو مطمئن شدی که یه جسدی اونجاست. خب طبیعیه هنوز نمیتونستن دقیق بگن چه خبره. سال 1990 یک دادگاهی تشکیل میدن و میگن که خب باید جک سر این دادگاه حضور پیدا بکنه و پای میز محاکمه بیاد. ولی مشکل اینجاست که افسر
باید این اطلاعات رو به کالیر برسونه. پسر بچه‌ای که الان دیگه تو سیستم اون حمایتی هستش و از پدرش گرفته شده. کالیر الان پیش یه خانواده جدید زندگی میکنه، ولی اون افسر میره مدام سراغش تا ببینه که حاضر هست توی دادگاه علیه پدرش شهادت بده یا نه. تصور کن یه بچه 11 ساله تازه از دست یه قاتل جون سالم به در برده، حالا باید درباره پدر قاتلش حرف بزنه و حقیقت رو بگه. کالیر یه سوال خیلی دردناکی از اون افسر پرسید. و وقتی جسد مامانمو پیدا کردیم چه شکلی به نظر میومد؟ آیا تو آرامش بود؟ حالا فکر کنین لحظه چقدر میتونه سخت باشه. یه بچه 11 ساله که پدرش میخواست اونم بکشه و حالا الان داره با این سرکله میزنه که مادرش توی مرگ حداقل به آرامش رسیده یا نه. حتی جسد قابل شناسایی نبود، ولی کالیر اینجوری بود که میخواست بدونه مامانش بالاخره تونسته اون لحظه راحت باشه یا نه. یه جور حس ترس و غم ترکیب واقعا با هم. خانواده اطراف این بچه شاید ندونستن که این سوال چقدر میتونه عمیق و دردناک باشه، اما واقعا کالیر اینجوری با حقیقت روبرو میشه و هنوزم اون بچه شجاع دنبال جوابه. بعدش وقتی که خبر میرسه که جک دستگیر شده و کالیر قراره که به عنوان شاهد اصلی توی دادگاه حاضر بشه و بر علیه پدرش شهادت بده، همه چیز پیچیده تر میشه. هر دو طرف خانواده، حتی خانواده مادریش یعنی خانواده نوریون، رابطهشون رو با کالیر قطع میکنن. یه جورایی میگن واداری آبروی خانواده رو میبری، این بچه از چرا حرفاشو جدی میگیری؟ اما خب واقعیت اینه که کالیر خیلی شجاعه و با وجود سن کمش با حقیقت روبرو شده و کاملا مصممه که بره و صحبت کنه، با وجود اینکه اطرافیانش مدام دارن با حرفاشون سعی میکنن این بچه رو عقب بکشن. تصور کن کالیر جلوی اون افسره بدون هیچ خجالتی قشنگ گریه میکرد بچه. تا قبلش اینجوری بود که مثلا من کمک میکنم تو این پرونده، من مثلا از پدرم مدام سوال میکنم، میرم دنبال اون چیزی که شما میگین میگردم، ولی وقتی بهش میگن جسد مادرت پیدا میشه تازه همه چیز انگار عوض میشه و واقعی میشه برای این بچه. کالیر اون لحظه متوجه میشه از این به بعد چه اتفاقاتی قراره بیفته. خاطر همین یهو میزنه زیر گریه. لحظه‌ای که با خودش فکر میکنه الان واقعا چه بلایی سر من میاد. یعنی داره با یک حقیقت خیلی تلخ و بی‌رحم داره روبرو میشه. I remember sitting in the bedroom and just kind of like in this really dark place. It's like at like 12 years old, like what is my life going to look like? I have no family. I've lost my mother and my father, my family. Nobody wants. چون نه تنها مادرش به قتل رسیده، بلکه پدرش این کارو کرده. و حالا کالیر یه بچه تقریبا 12 ساله باید با این فاجعه زندگی کنه و تصمیم بگیره مقاوم بمونه و قدم بعدی رو برداره توی زندگیش. کالیر حس میکنه تو بهزیستی افتاده و همه اعضای خانواده‌اش باش قطع رابطه کردن. هیچ کس دیگه نمیخواد جواب این بچه رو بده، باش ارتباط بگیره یا حتی مراقبش باشه. اون لحظه فقط یه سوال تو ذهنش میاد: از این بعد چه بلایی سر من میاد؟ این افسر میشینه جلوش و آروم بهش میگه که ببین کالیر، اگر توی دادگاه حاضر بشی و علیه پدرت شهادت بدی همه چی فرق می‌کنه. عدالت در حق مادرت اجرا میشه و مردم میفهمن تا از روز اول راست میگفت و هیچکس دیگه نمیتونه حرفتو زیر سوال ببره. کالیر با یه نگاه خیلی مصمم و همچنان غمگین میفهمه که سرنوشتش همین بوده. پس معلومه که من باید تو دادگاه حاضر شم و علیه پدرم شهادت بدم. از همون اولم این راه درست من بوده. The 12-year-old son of accused murderer Mansfield Dr. John Boyle finally took the stand. Can you tell us who you are? I'm Collier Landry Boyle. کالیر لحظه اول که وارد دادگاه شد میدونست چی شده. میدونست باباش مادرش رو به قتل رسونده و تمام این مدت همه چیز تو خونه چه شکلی بوده. تو ذهنش یه چیزی که خب خیلی روشن بود: اگه الان شهادت ندم انگار دارم دروغ میگم و من آدم دروغگویی نیستم. Trial came, of course I was not going to lie for him. I was not going to say I don't want to testify or anything. To me felt like a lie because I know what happened. I knew she was dead. I knew all this. I was working with police, all that. I knew that this was the right thing to do. As much as سال 1990 دادگاه به صورت رسمی شروع میشه و کالیر برای اولین بار به عنوان شاهد مقابل پدرش وای میسته. شری هم اونجا حضور داشته و مشخص میشه که تازه بچه دار شده و پدر بچه هم که خب جکه. Have you recently had a baby? Yes, I have. And who is the father of that baby? Jack. دادگاه جک تقریباً 1 ماه طول میکشه و بعد از این مدت هیئت منصفه به این نتیجه میرسه که جک
گناهکاره. I did not kill Noreen. I never harmed her at all. We, the jury in this case, find the defendant, John F. Boyle Jr., guilty of the offense as charged in the indictment. اما داستان اینجا تموم نمیشه. جک میفته زندان و سالها تلاش میکنه حکمش رو زیر سوال ببره. همه اعضای خانواده‌ش هم پشتش بودن. انگار یه تیم متعهد شدن که ازش دفاع کنن. حتی بعضیاشون تلاش میکردن مدارک جعلی درست کنن تا جک از زندان آزاد شه. یه روز یکی از عموهای جک با پلیس تماس میگیره و میگه چند روز بعد از اینکه نوریون مفقود شد من باهاش تماس گرفتم. نوریون زنده است و جسدی که شما تو خونه پیدا کردین اصلا مال نوریون نیست. و اینجاست که تازه شوک واقعی داستان شروع میشه. یعنی یادتونه جک خودش پزشک بوده و حالا میخواست پروندهش رو از نو بسازه و همه چیز پیچیده تر میشه. جک توی زندانم ولکن نبود. شروع کرد به مطالعه و تحقیقات خودش. میگفت اصلا پرونده رو بدین به من بررسی کنم. این جسدی که توی خونه پیدا کردی من خودم اصلا میخوام بررسی کنم که ببینم اصلا مال کیه این جسد. How long were you and Noreen married? Almost 20 years. And allegedly her body was found under my basement in New Home in Erie, Pennsylvania on January 25th. Any children? Yes, one natural child, Collier. How does he feel about all this? I mean, this... Well, he is very distraught. He was manipulated by David Messmore of the Mansfield Police Department and a few other people. So the child basically was brainwashed into thinking his daddy's... اونجا اصلا جالبش اینجا بود که جک اصلا شاکی بود خودش. و میگفت باورم نمیشه. یعنی هیچ نشونه فیزیکی نبود که هویت جسد رو ثابت کنه. مطمئنم مثلا صاحبخونه قبلی یک نفر رو کشته بوده و اونجا دفن کرده بوده چون این جنازه برای من نیستش. و این جنون ادامه پیدا میکنه تا 4 سال. بعد از 4 سال دوباره میرن سراغ جسد نوریون. اون از قبر در میارن. بعد از پیدا شدن جسد نوریون تازه شروع میکنن به فکر آزمایش و تست دوباره تا بفهمن که این جسد واقعا مال کیه. ولی خب تو سال 1990 تکنولوژی دی ان ای هنوز اونقدر پیشرفته نبود و مشخص نبود چطوری میشد هویت جسد رو دقیقاً تعیین کرد. حالا 4 سال میگذره و حتی با تکنولوژی‌های جدیدم جک همیشه یک حرف ثابت داشت. این جسد برای من نیست و اصلا این جسد متعلق به نوریون نیست. و اصلا شما حتی نمیتونید ثابت بکنید که نوریون مرده و حالا قاتلش منم. یعنی واقعا تا همین 4 سال همه تو حیرت بودن که چطور میشه هویت یک جسد رو نتونن تشخیص بدن و این پرونده رو اصلا نتونن به ته برسونن. حالا 4 سال گذشته، جک تو زندان بوده و خب از پیشرفت‌های دنیای پزشکی و تکنولوژی هم عقب بوده. ولی پلیسا تازه تونستن از پیشرفت‌ها استفاده کنن و روی همون جسدی که پیدا شده بود آزمایش دی ان ای انجام بدن. بالاخره حالا بعد از 4 سال وقتش رسید که بفهمن که این جسد واقعا مال کیه. جک هم بدون اینکه خودش بدونه عملاً داره علیه خودش پرونده درست میکنه. چون تا همین جا هم تمام شواهد علیه جک هستش. بعد از اینکه دی ان ای ثابت کرد جسد واقعا مال نوریونه، دیگه تکلیف جک روشن شد و تا آخر عمرش محکوم شد بمونه تو زندان. ولی داستان کالیر و الیزابت تازه شروع شد. بعد از این اتفاق کالیر و الیزابت از هم جدا شدن چون هر دوتاشون وارد سیستم بهزیستی شدن. کالیر خیلی خوششانس بود، یه خانواده مهربون و دلسوز اون رو به فرزند قبول میکنن و سعی میکنن یه زندگی عادی براش بسازن. یعنی تا جایی که ممکن بود شرایط زندگیش رو به بهترین نحو بچینن. و الان کالیر بزرگ شده و حتی فیلمساز شده. ولی نکته ترسناک اینه که جک هنوز دست از سر کالیر بر نداشته. جک هر کاری میکنه بتونه کالیر رو اذیت بکنه. و ببینید این آدم چقدر خطرناکه که حتی از پشت میله های زندان هم تهدیدش به گوش کالیر میرسه. جک از زندان چند وقت یه بار برای کالیر نامه میفرسته و توی این نامه ها همه چیز رو خراب میکنه. بهش کلی فحش میده، تحقیرش میکنه، توهینش میکنه و داره میگه که امیدوارم خوشحال باشی این بلا رو چون تو سر من آوردی، تو دروغ گفتی. At 25 years, my father did everything he could in his power to have me rescind my testimony, to help him get out, anything that this man could do to manipulate. و شاید باور نکنید ولی این جریان نامه فرستادن جک 25 سال طول کشید. حالا تصور کن
جای کالیر باشیم. صدای جک از اون پشت میله‌های زندان میاد، مبهم، خشدار، ولی همچنان تهدیدآمیز. همون تهدیدی که حتی بعد از سالها هم روحیه یه بچه 11-12 ساله رو تحت فشار قرار میده. با این حال کالیر زخمش رو تبدیل به قدرت میکنه. الان یه فیلمساز در سال 2017 که تصمیم میگیره یک مستند بسازه. مستندی درباره قتل مادرش تا همه حقیقت رو بدونه. کالیر این مستند رو ساخته و اسمش رو گذاشته یک قتل در منزفیلد و توی این فیلم باور کنه همه چیز واقعی و تکون دهنده است. کالیر اینجوری شروع میکنه که خب من میخوام درباره قتل مادرم و تأثیراتی که این اتفاقات روی زندگی من گذاشته صحبت کنم. بعد میره سراغ خونه قدیمیشون، از اون خونه فیلم میگیره، از شهر فیلم میگیره، همه جاهایی که با مادرش خاطره داشته و پروسه‌های طولانی که با پلیس پشت سر گذاشته رو کامل نشون میده. آخر فیلم بزرگترین لحظه اتفاق میفته. کالیر میره زندان و برای اولین بار بعد از این همه سال با جک روبرو میشه. اونجا خب هدف کالیر روشنه. فقط یه چیزی رو میخواد به جک بگه. میشینه روبروی پدرش و میگه چرا این کار کردی؟ کالیر روبروی پدرش میشینه و چند بار تکرار میکنه هدفت از این کار چی بوده؟ و توی مستند همه چیز رو روشن میکنه که حتی ما توی کل مستند که مثلا داشتیم راجع به چرای این قضیه صحبت میکردیم. جک میدونسته که نوریون میخواد ازش جدا شه. یعنی عملاً هیچ دلیلی برای قتلش نبوده و با توجه به مدارکی که کالیر و تیمش پیدا کردن معلوم میشه که قتل نوریون کاملاً اصلا از قبل برنامه‌ریزی شده بوده. اصلا اون شب دعوایی تو کار نبوده که نوریون اتفاقی بخواد به قتل برسه. همه چیز برنامه‌ریزی شده بوده. اما نکته عجیب‌تر اینه که وقتی کالیر از جک میپرسه جک هیچ جوابی نمیده و جالب‌تر اینه که اصلا حتی پشیمون هم نیست و کالیر الان حتی امروز به عنوان یک شاهد و سازنده مستند همچنان با حقیقت روبرو میشه و سعی میکنه همه چیزو برای مردم بازگو کنه. کالیر حالا فیلمسازه و خیلی جدی داره از تجربهش حرف میزنه که سخنرانیاش از قربانی‌ها حمایت میکنه و بنیادهای مختلف زده و از هر روشی استفاده میکنه که پیامش رو به مردم برسونه. توی یکی از این سخنرانی‌ها میگه تمام این مدت داشتم فکر میکردم چرا همش توی گذشته گیر کردم؟ چرا هنوز دارم به گذشته فکر میکنم؟ ولی وقتی با این مستند روبرو شدم یه جورایی جوابم رو پیدا کردم. سوال من هیچ وقت نباید چرا می بود. سوال من باید این بود که الان چی؟ الان که همه چیز تموم شده من باید چیکار کنم؟ کالیر اینجوری ادامه میده از اینجا به بعد قراره چه کاری انجام بدیم؟ قراره چطور با این همه درد و گذشته کنار بیایم؟ میدونین قضیه برام مهمه چون وقتی دائم میپرسیم چرا یعنی هنوز داریم توی گذشته زندگی میکنیم. هنوز میخوایم بفهمیم چرا فلان اتفاق افتاد. چطوری میشد جلوشو گرفت؟ اگه من فلان کارو میکردم چی میشد؟ ولی وقتی میگی الان از اینجا به بعد چی؟ یعنی داری به آینده نگاه میکنی. داری سعی میکنی با این اتفاقا کنار بیای و زندگی تو بسازی. حداقل یه قدم کوچیک برای آیندت برداشتی، نه اینکه فقط توی گذشته گیر کرده باشی. کالیر میگه از اینجا به بعد زندگی تو دیگه خودت دست میگیری. دیگه اجازه نمیدی گذشته و اون همه اتفاقات بدی که اتفاق افتاده روی آیندت سایه بندازه. وقتی صحبت از استقامت، پشتکار و اراده قوی توی زندگی میشه باید بدونیم که زندگیمون فقط تقدیرمون نیست. میتونیم هم نویسنده زندگی خودمون باشیم. So when it comes to resilience, biography is not destiny. You can be both the author and the audience of your. توی مستندی که کالیر توی سال 2017 ساخته کلی آدم مهمن. دیوید یعنی همون افسر پلیسی که سالها پشت سر کالیر بوده، شلی باودون دوست مامانش که به پلیس زنگ زده و باعث شده که پرونده مفقودی نوریان باز شه و حتی بایان مدیر مدرسه‌ای که اون موقع با کالیر در ارتباط بوده و کالیر مدام باهاش صحبت می‌کرده و تجربهش رو به شکل خیلی شخصی و تکون دهنده روایت می‌کرده. خب کالیر هر روز از مدرسه با پلیس تماس می‌گرفته و اتفاقات پرونده رو گزارش می‌کرده. انگار خودش یه تیم تحقیقاتی کوچیک بوده. این پرونده واقعا عجیبه. مخصوصا واکنش کالیر و اینکه چطور با این همه فشار و درد کنار می اومد.
توی ویدیوها چند تا جمله جالب میگفتش که من الان عزادار مادرم هستم ولی وقت ندارم قصه بخورم. مادرم رو از دست دادم، اونم به دست کسی که پدرمه، ولی الان وقت ناراحتی نیست، باید حواسم به خودم باشه و این واقعا قدرت خیلی زیادی میطلبه. این بچه 11-12 ساله با اون شجاعت و تمرکز بین غم و ترسش یه راهی پیدا کرده که هم زنده بمونه هم حقیقت رو به پلیس برسونه. واقعا آدمو شوکه میکنه که یه نفر با وجود سن کمش اینقدر مصمم و قوی باشه. به نظر من واقعا باید به کالیر افتخار کرد که حتی وسط اون شوک وحشتناک جزئیات رو از دست نداد. اون لحظه یه ثانیه اگر فرصت داشت با پلیس صحبت میکرد و گزارش رو ریز به ریز به پلیس میداد. واقعا خیلی خوشحالم که امروز تونستم کالیر رو به همتون معرفی کنم، چون از داستان زندگیش و قدرت ذهنیش واقعا میشه کلی درس گرفت. این بچه واقعا نشون داد که حتی تو وحشتناکترین شرایط هم باید با شجاعت تمام پیش رفت. خیلی برام مهمه که نظرت رو برام کامنت کنی و حتی نظر دوستات رو برید توی کامنت بخونی. نظر شخصی خود من در رابطه با سوالی که میخوام بپرسم، اصلا سوالم چیه؟ اول سوالمو اصلا بگم. سوال من اینه که اگر شما جای این شخص بودین چیکار می‌کردین؟ شما جای کالیر بودین چیکار می‌کردین؟ من وقتی که خودم این پرونده رو بررسی کردم، حقیقتا خودم در وجود خودم این حجم از شجاعت و قدرت رو نمی‌بینم که بخوام با این حجم از شجاعت بخوام با این موضوع اصلا کنار بیام. اصلا ادامه زندگی چجور میشه؟ اون صحنه‌ها چجوری آدم از یادش میره؟ خیلی صحنه‌های وحشتناکی بود، ولی خب خیلی دوست دارم نظر تو رو بدونم که آیا تو اگر بودی چی کار میکردی یا با جک چی کار میکردی، یا مثلا نمیدونم، خیلی دوست دارم نظرت رو بدونم، ولی حتما داخل کامنت نظرت رو بگو. و اگر که از این سبک داستان‌های جنایی و بررسی پرونده‌های جنایی دوست داری، حتما این کانال رو دنبال کن، سابسکرایب بکن، چون که ما پنجشنبه ها، روزهای پنجشنبه و دوشنبه براتون پست میذاریم و یکی از خفن‌ترین، وحشتناک‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده ها رو بررسی میکنیم. پس حتما کنار ما باش. کلی دوستتون دارم.